شناخت پدیده سکولاریسم، بخش 13، طغیان مالی کلیسا. کلیسا در کنار همه زمینه‌ها و ابعادی که مبتلا به طغیان شده بود، در زمینه مالی و اقتصادی نیز مبتلا به طغیان و سرکشی عمیقی شده بود. این طغیان در حالی بود که آموزه‌های اناجیل و دستورات حضرت عیسی علیه السلام تشویق و ترغیب بیشماری در مورد پرهیز از دنیا و دوری از تجملات آن داشته بود. فردی که انجیل و آموزه‌های حضرت عیسی علیه السلام را ارزیابی و بررسی کند، در می‌یابد که آیین حضرت عیسی علیه السلام و آموزه‌های انجیل به اندازه‌ای که از ثروت اندوزی و جمع‌آوری مال نهی کرده است، از هیچ چیز دیگری به آن اندازه نهی نکرده است. از سیره عملی حضرت عیسی علیه السلام و حواریون ایشان نیز این مورد ثابت می‌شود، به گونه‌ای که ایشان و حواریون وی به سرمایه‌های مادی و ارزش‌های دنیوی به چشم حقارت و عدم ارزش‌دهی می‌نگریستند، در حالی که یهودی‌ها آنها را جمع‌آوری می‌کردند. این نوع پرهیز از دنیا و تشویق مردم به دور از تجملات دنیوی مخصوص دوران ابتدایی کلیسا و آموزه‌های حضرت عیسی علیه السلام بود. کلیسا از یک جهت بسیار سختگیری کرد و تمام امور حلال و مباح را نیز حرام اعلان کرد و زندگی دنیا را بسیار شوم و باعث زندگی حیوانی می‌دانست. اما در همین لحظه سیره عملی کلیسا صفحه‌ای رسوا کننده از تلاش برای دنیا طلبی و مکیدن خون پیروان خود بود، به گونه‌ای که حتی یهودی‌های دنیا طلب و آنانی که املاک دیگران را تصرف می‌کردند و کلیسا آنها را به نام دنیوی‌ها نامگذاری کرده بود، به کلیسا در این زمینه شبیه نبود. کلیسا در حالی به پیروان خود زهد و ساده‌زیستی را الزامی می‌دانست که حالت خود آن مغایر با روح و اهداف توصیه‌های آن بود و با مقتضای چیزی که خود آن دعوت می‌داد متضاد بود. آندره کرسون، نویسنده غربی، می‌نویسد: اعمال با فضیلت در آیین مسیحیت مانند فقر، تواضع، قناعت، روزه، پرهیزگاری و بخشش، همه اینها برای مؤمنان عادی و قسیس‌ها، قدیس‌ها و برای موعظه خوب بود، اما اسقف‌ها و شخصیات مقدس بزرگ دارای موارد دیگری بودند که عبارت از مجالس خصوصی و منافع متعدد فردی و خدم و حشم بود.